دارو بدم. دارو آقا. دارو خانم دارو. داروش اینو داری؟ این نه یکی. دارو سرطانه. آره خودشه. اینجا که پیدا نمیشه، باید بری فقط ناصر خسرو. ایرانیشو دارم ها. ایرانی نمیخوام. بذار زنگ بزنم برا. ایرانیش 1 تومن، خارجیش 18 میلیون. 18 میلیون؟ بله با اجازت. بستش؟ یه دونش. چی میگی داداش؟ من ماه پیش گرفتم 5 تومن. دلار رفته بالا داداش، خبر نداری؟ خب چه ربطی داره؟ ربط نداره. 4 برابر آخه مگه میشه؟ حالا که شده چیکار کنم؟ بگم بیاره؟ داداش خیلی زیاد. برای سرطانه؟ آره. از زنگ بزنم. اگه گیر بیاد قیمتش بالا 20 تومن. داداش من اینو می‌خریدم 5 تومن. کی می‌خریدی؟ همین یه ماه پیش. اون موقع دلار چند بود الان چنده؟ بی خیال تو رو قرآن. قیمت اینه. فکر کردی خیرش واسه من چقدره؟ خیر. گوش همه رو میبری میگی خیر؟ کجایی؟ چی شد؟ داداش دمت گرم. خدای چیکار کنم؟ دلار. این دلار چی داره مگه؟ داداش موبایل قبول نمی‌کنی؟ پول فقط. او یه کارش بکن. فقط پول. چند تا میخوای؟ یه دونه. فقط الان شده 23 ها. چی؟ 23 میلیون. من همین 2 دقیقه نمیشه اومدم پیشت بهم گفتی 18 تومن. اون موقع 18 بود، الان قیمت اینه. چرا خب؟ دلار. داداش من برای بچه 8 ساله میخوام انصاف داشته باشه. مگه دست منه؟ دست کیه؟ پس هر اونجوری سر بالا با من حرف نزن. اونجوری سر بالا با من حرف نزن. بردار بیار. میشه همون 18 با هم حساب کنیم. شرمنده. خانم دارو، آقا دارو. چند؟ باشه بهت میگم. میگه 26 میلیون. الان که گفتی 20 میلیون. همین الان دلار شد 90. مگه اون همین الان خریده که همین الان 6 تومن کشیده روش؟ بالاخره مالشه دیگه، با دلار بالا پایین میشه. نکن برام آقا دلار نکن برام من زر نزن. حالم از دلار به هم میخوره. از خودم هم همینطور. کی قراره تاوانشو بده؟ نمیدونم. من میکنم